بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. با جمله از سوال داشتیم. بله گوش میکنم شما. فضیلت دهه ذوالحجه بیشتر است یا ایام ماه رمضان؟ سلامت باشید. یعنی روزهای ایام رمضان فضیلتش زیادتر است یا این 10 روز ذوالحجه؟ سلامت باشید. طواف چند نمود می شود؟ طواف طواف چند نمود می شود؟ چند نمود میشه؟ سلامت باشید. برادر عزیز دو سوال داشتن در اینجا. اولین سوال این بود که آیا شما ببینید سوال به مورد است چون که در موضوع ما هست. آیا این 10 روزی بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم اکا. و علیکم السلام. اکا جان همین عید کایده میشه؟ کدام روز نمیشه میبخشیده که؟ امروز روز اول ماه مبارک ذوالحجه هست. 10 ذوالحجه روز عید است. یعنی از لحاظ حساب خودمان 6 ایون روز عید میشد ان شاء الله. رحمت. سلامت باشید. برادر عزیزمون سوال کردن که این 10 روز صدقه کردن، روزه داشتن، نماز فرضی و نماز نفل خواندن زیاد، آیا این 10 ذوالحجه فضیلتش زیاد است یا روزهای ماه مبارک رمضان که در اون فرض روزه هست؟ بیشک علما بر این مسئله تقریبا اتفاق هستند که این 10 روز ذوالحجه روزش فضیلتش بالاتر از اون روزهای ماه مبارک رمضان است. در این شکی نیست. البته شب قدر از شبهای 10 ماه ذوالحجه فضیلت دارد، فقط شب قدر. اما این 10 روز ماه ذوالحجه، من حدیث پیامبر را از صحیح بخاری برای شما خواندم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه در این 10 روز روزه داشتن، عملی صالح کردن از جهاد کردن در راه خدا فضیلت دارد. و سوال دومی که این برادر کردن این بود که ما چند نمود طواف داریم. یعنی البته در اعمال حج، چون که موضوع دوم ما موضوع حج است، حکمت های حج هستند. برادران عزیز، طواف می شود طواف می شود طواف ودا که حاجی بعد از انجام کردن حج این واجب است برای اونهایی که اهل مکه نیستند. یعنی طواف ودا میکنن، با عشق و 2 رکعت نماز میخونن، برمیگردن. این آخران طواف است. و طواف افاضه، طواف حج فرضی که وقتی حج را انجام میدهند، بعد از اینکه اونها سنگ میزنن، میآیند، قربانیشان میشود، مویهای سرشان را میگیرن، همین طواف را انجام میدن. طواف افاضه میگوییم در حج فرضی. و طواف قدوم که حاجی وقتی که در مکه مکرمه میرود طواف قدوم انجام میدهد. این طواف ها هستند در اعمال حج. و برادران عزیز باز درباره عید پرسیدن از ما. البته عید قربان در جهان اسلام در 10 ماه ذوالحجه گرفته می شود و در ماه‌های ما 6 ایون راست می آید. یعنی روز 6 ایون تقریبا روز جمعه روز عید قربان می شود.